الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على من سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وعشيرته إلى الأبد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه و تعالی را به خاطر همه نعمت‌های خوب مادی و معنوی سپاسگزاریم، و خصوص نعمت هدایت به دین مبین اسلام. بحث امروز ما در روشنایی قرآن و سنت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در مورد هدف از بعثت پیامبران الهی چی بوده و چی هست، و بزرگترین مصیبت ها در عصر امروزی که دامنگیر امت اسلامی هست، فتنه ها به اوجش رسیدد. چی کار بکنه یک مسلمان تا از فتنه ها در امن باشد، در امان باشد؟ هر انسان مسلمان به یقین داره که نجات من و شما در اسلامی است که محمد بن عبدالله صلی الله علیه و سلم از جانب الله سبحانه و تعالی آورده و بیان کرده. سنت الهی بودد که از زمان آدم علیه السلام تا آخرین پیامبران الهی که پیامبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است، در هر عصر و زمانی که فتنه ها و فساد و شرک و خرافات و بدعات و گمراهی زیاد می شد، مردم از جاده اصلی به انحراف می رفتند، الله سبحانه و تعالی پیامبر جدید را می فرستاد تا اینکه آخرین پیامبران محمد بن عبدالله صلی الله علیه و سلم و آخرین کتاب که قرآن هست فرستاده شد. بعد از این دیگه پیامبری نمی آید و کتابی هم نمی آید. در اصل امروزی من و تو من حیث یک مسلمان چی بکنیم تا از شر فتنه ها و از گمراهی ها و از پیروی هوا و هوس و از پیروی شیطان در امن باشیم؟ پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در زمان به پیامبری مبعوث شد که مردم دنیا بخصوص مردم مکه در بدترین وضعیت بودن از نظر فکری، در بدترین وضعیت بودن از نظر اخلاقی، در بدترین وضعیت بودن از نظر اعمال. الله سبحانه و تعالی در بینشان پیامبر فرستاد. یک بررسی بکنیم سیرت را که در وقتی که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در سرزمین مکه و پیامبری مبعوث شد، کدام صفات در بین مردم مکه موجود بود که الله سبحانه و تعالی توسط پیامبرش او صفات بد را از مردم دور کرد، به جای صفات نیک جانشین شد. هر زمانی که اونمو صفات بد در هر عصر و زمان در وجود انسان ها پیدا شود، اونمو عصر جاهلیت است. عصر جاهلیت تنها به عصر گفته نمیشه که قبل از نزول قرآن کریم او عصر جاهلیت بوده دیگه خلاص شد، نه.
جاهلیت قرن 20 و جاهلیت قرن 21 در بعض موارد به مراتب بدتر از جاهلیت اون قرن است. از جمله مشکلاتی که مردم به او دامنگیر بودن و مردم در اون مصیبت ها گرفتار بود، یکیش مشکلات اعتقادی بود. از نظر عقیده و باور مردم مکه در بدترین وضعیت قرار داشتند. یعنی معبود خودشان می ساختن، با دست خودشون می ساخت، بعدمو چیز را که خودش ساخته بود به عنوان معبود عبادت میکرد. انسان از نظر فکری در بدترین وضعیت فکری قرار داشت. وقتی یک انسان تا این حد سقوط بکنه که خودش معبود خودش بسازد و بعد همون چیز را که خودش ساخته بلند شود و او را عبادت بکنه، اون ذاتی که اون خالقی که انسان را آفرید و دنیا را خلق کرد او فراموش شود. هر زمانی که انسان بجای الله کسی دیگری را مخلوق را عبادت بکند، اونمو عصر جاهلیت است و اونمو انسان جاهل است. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم به این موضوع اشاره میکنه که افرأیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی کسانی را که خواهشات نفسانی خودشان اله و معبود گرفته برشان؟ یعنی در اون زمان مردم بت پرستش میکردن. جاهلیت قرن ما و عصر ما این است که مردم هوای نفسش عبادت میکند. جاهلیت اون زمانی بوده که مردم بتها را از چوب و از سنگ و از خرما می ساختند. جاهلیت عصر مایی است که مردم بتهای گوشتی را عبادت میکند. جاهلیت اون زمانی بود که مردم از نظر اخلاقی در بدترین وضعیت اخلاقی قرار داشتند. جاهلیت عصر ما به مراتب بدتر از اون زمانی است که مردم از نظر اخلاقی در بدترین وضعیت اخلاقی قرار میگیرد. اگر یک بررسی بکنیم که چطور شد که از اون بدترین مردم، جاهلترین مردم، مشرکترین مردم، الله سبحانه و تعالی توفیق را به یک تعداد از اون مردم نصیب کرد که تبدیل به کسانی شدند که در دنیا الله سبحانه و تعالی براشون بشارت بهشت داد. در بدترین وضعیت بودند، اما چه تغییراتی در وجود اینا پیدا شد که اینا تبدیل شدن به عشره مبشره، تبدیل شدن به کسانی که الله سبحانه و تعالی در دنیا براشون بشارت بهشت داد. بزرگترین تحول از کجا شروع شد؟ بزرگترین انقلاب از کجا شروع شد که بدترین مردم تبدیل به بهترین مردم شدن؟ یکی از جمله صفات بدی که در عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از نبوتش در بین مردم موجود بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم با اخلاص و با درایت کامل همون صفت بد را از بین مردم دور کرد تا اونا تبدیل به صحابه شدند. امروز اونمون صفات بد در یک تعداد مردم ما وجود دارد و این نیازمند به این است که باید کار شود تا این صفات دور شود تا ما هم خوب شویم. او کدام صفت بود؟ اولین صفتش تکبر و خودخواهی بود. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم شبانه روز کار کرد تا از قلب یک تعداد مردم تکبر و خودخواهی را کشید. زمان انسان به اصلاح می رسد، زمان انسان به کمال می رسد، زمان انسان بهترین انسان می شد، زمان انسان تبدیل به بهترین عبدالله می شه که تکبر و غرور و خودخواهی را انسان از قلبش دور بکند. الله تکبر چی را میگد؟ بطر الحق و غمت الناس، نپذیرفتن حق را به اشخاص نشناسین. اگر یک عالم، یک پروفسور، یک شیخ الحدیث، یک شیخ القرآن یک موضوع را بیان کرد او را قبول بکنیم، اما اگر یک انسان دیگه که ولو از نظر موقعیت و موقف اجتماعی در سطح خیلی پایین باشد گپش قبول نکنیم، چون در اجتماع در موقف پایین قرار داره. نه، ببینیم سخنش چی هست.
آیا سخنش حق است یا سخنش باطل است؟ اگر سخنش حق بود، ولو که شخص از نظر موقعیت اجتماعی در سطح خیلی پایین بود، تقاضای ایمان از مسلمانی است که مسلمان باید در برابر حق تسلیم شود. ما اصلاح نمیشیم، ما به کمال نمیرسیم، ما به عزت و سربلندی نمیرسیم، ما به بهترین عبدالله تبدیل نمیشیم مگر زمانی که تکبر از وجود خود دور بکنیم. تکبر مانع رسیدن انسان به حق میشد. تکبر باعث میشه که تو به حق نرسی. تکبر باعث میشه که در برابر حق تسلیم نشوی. تکبر باعث میشه که تو سیر سعودی را انتخاب نکنی که به مقام بالای عبد بودن برسی. این تکبر باعث میشه که تو سقوط بکنی. ابی جهل چرا ابی جهل شد؟ شیطان چرا سقوط کرد؟ عتبه و شیبه و ابی لهب چرا به این حد رسید؟ چرا ذلیل بدبخت شدن؟ چون قلبهاشان مملو از تکبر بود. تکبر تو را در پیروان ابی جهل قرار میداد. تکبر تو را در پیروان ابی لهب قرار میداد. تکبر تو را در صنف و در شاگردی شیطان قرار میداد. پس انسان به خاطر رسیدن به حق و انسان به خاطر رسیدن به کمال عبد بودن و جایگاه بلند عبد بودن زمانی میرسد که انسان تکبر در وجودش شکن بکند. سمبول تکبر در راس پیامبر صلی الله علیه و سلم ابی جهل بود. هر زمان ابی جهل های خودش دارد. هر زمان پیروان شیطان مواصفات خاص خودش دارد. هر زمان پیروان ابی جهل و کسایی که از نظر فکری با ابی جهل هم فکر هستند، در هر عصر پیروان ابی جهل و ابی جهل ها وجود دارد. هر زمانی که سخن حق برای تو رسید و توی حق را نپذیرفتی، متوجه باشی که تو از شاگردان ابی جهل هستی. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم تکبر را از قلب صحابه دور کرد تا اونا تبدیل به صحابه شدن. اگر تکبر در وجودشان می بود مثل ابی جهل که گفت الان ما که قبیله بنی مخزوم هستیم و محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم که قریش است، از هر نظر مساوی و برابر هستیم در خدمت بیت الله، در خدمت کردن حجاج و در خیلی از چیزایی که ما با هم دوشادوش یکدیگر روان هستیم، اما چرا محمد ابن عبدالله که یتیم است و از قریش است چرا این پیامبر شد و من که از بنی مخزوم هستم، من که کلان قریش هستم، چرا من با پیامبری نرسیدم؟ چرا من پیامبر نشدم؟ اینمی خاصیتش، اینمی اخلاقش، اینمی عقیده و باورش او را تبدیل به ابی جهل گشتند. ابی جهل که ابی جهل شد به خاطر اون مواصفات بدی که در قلب ابی جهل وجود داشت او را ابی جهل کرد. تکبرش او را ابی جهل کرد. تعصبش او را ابی جهل کرد. اگر این تکبر و این تعصب در عصر امروزی در قلب هر انسان پیدا شود، این هم ابی جهل عصر ماست. در حالی که ابی جهل میدانست که محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم پیامبر الله است. ابی جهل گپ میدانست که کلامی را که تلاوت میکنه کلام رب العالمین است، اما تکبرش نگذاشت که در برابر دین و در برابر شریعت تسلیم شود. اون غرور و تکبر و خودخواهی اسباب برای جهنم رفتن شد. پس به این معنا نیست که در او عصر تکبر انسانها را به طرف جهنم ببره و در عصر ما تکبر انسانها را به طرف بهشت ببره. نه، قاعده همی است تکبر وسیله برای جهنم رفتن است. در هر زمانی که تکبر پیدا شود در وجود انسان و در قلب انسان، این انسان در برابر حق تسلیم نمیشد. حق را باز به سخنش نمیشناسد، حق باز به رجال و به افراد و به اشخاص میشناسد. میگه اگه فلانی گفت صحیح است و اگه فلانی گفت صحیح نیست. یکی از بهترین مواصفات یک انسان اینه که مسلمانی است که گاهی بشینه در یک گوشه، در یک 24 ساعت یک شبانه روزش یک نیم ساعت را وقفی بکنه، اعمال خودش، اخلاق خودش، عقاید خودش بررسی بکنه، ببینه ما صحیح روان هستیم. من که خود را عبدالله میگم، بنده الله میگم، آیا الله سبحانه و تعالی در قرآن و پیامبر صلی الله علیه و سلم در سنت اما مواصفات را که برای عبدالله، برای بهترین بنده ذکر کرده، اما مواصفات در ما هست؟ یک بار خود محاسبه بکنیم. هر روز که شد یا هفته یک بار، هفته دو بار انسان بشینه قد خودش اعمالش، اخلاقش، عقایدش بررسی بکند، ببینه ما کدام طرف روان هستیم.
آیا در مسیر بهشت قرار داریم یا در مسیر جهنم قرار داریم؟ آیا فرصت داریم برای که اعمال خود یک بررسی بکنیم، یک مطالعه بکنیم؟ آیا متوجه این هستیم از نظر شریعه می کاری که من میکنم می درست است؟ دین در این مورد چی میگه؟ پس هر انسان مسلمان نیازمند به این است که گاهی بشینه در یک گوشه اعمال خودش بررسی بکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در 13 سال کامل در مکه معظمه فقط روی عقاید و باورها کار کرد، تکبر از قلب مردم دور کرد. دومین صفتی که سبب میشد انسان به حق نرسد، سبب میشد که انسان به کمال عبد بودن نرسد، سبب میشد که انسان در مسیر بهشت قرار نگیرد، سبب میشد که انسان خودش از خیر محروم بکند. بعد از تکبر دومین صفت تعصب هست. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم وقتی که تکبر را در قلب صحابه از بین برد، با توفیق از جانب الله و با درایت و با راهنمایی پیامبر صلی الله علیه و سلم، دومین صفت را که در قلب‌های اونها از بین برد صفت تعصب بود. این تعصب خیلی خطرناک است. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم می‌فرماید من دعا الی العصبیه فلیس منا. میگه کسی دعوت به سوی عصبیت و قومگرایی بکند، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده ای امت من نیست. انسان متعصب را پیامبر نگفته که امت من است. انسان متعصب باید متوجه باشه که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را از امت خودش خارج دانستد و از امت خودش بیرون کردد. آیا ببینیم در قلب‌های ما تعصب وجود نداره؟ ما دفاع از یک برادر مسلمان به خاطر زبان خود، به خاطر قوم خود نمی کنیم. محبت ما با یک شخص به خاطر زبانش، به خاطر قوم بودن ما نیست. چرا معیارهایی را که دین برای ما با عنوان ارزش معرفی میکند پیامبر صلی الله علیه و سلم در احادیث متعدد و آیات قرآن کریم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اگر ارزش به جایگاه می بود که ما باید از درو وطن و درو جایی که قرار داریم از او دفاع بکنیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچگاه مکه را ترک نمیکرد. اگر حق داریم می بود که از اودر داده خود دفاع بکنیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ وقت با مردم مکه نمی جنگید. ایمان از خصوصیاتش است. زمانی که ایمان کامل در قلب انسان داخل شود، تکبر و تعصب را از بین میبرد. هرگاه در قلب انسان تکبر و تعصب وجود داشته باشه، این انسان متوجه شود که هنوز ایمان در قلب ازی به صورت درستش داخل نشده و سرزمین قلب ازی را ایمان فتح نکرده. ایمان مثل چراغ میماند و تکبر و تعصب مثل تاریکی میماند. زمانی که چراغ روشن شود باید در اونجا تاریکی از بین برد. ابو ذر غفاری رضی الله عنه روز از روزها میگه به بلال رضی الله عنه گفت که ای پسری که یا ای کسی که مادرش سیاه است. بلال گفت این سخن تو را به پیامبر صلی الله علیه و سلم میرسانم. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم از این گپ و از این سخن ابی ذر خبر شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابی ذر گفت که انو در تو آثار جاهلیت وجود دارد. یعنی انسانی که تعصب دارد این علامه و نشانه جاهلیت است. ابی ذر بیرون میشه، میگه سر خود در زمین میمانه و به بلال میگه تا زمانی که پایت در سر من نماندی تا این آثار جاهلیت در وجود من شکن شود. این میگن به عنوان بزرگترین عذرخواهی در تاریخ بشر. این تکبر و تعصب خیلی خطرناک است. گاهی اوقات در وجود انسان می باشه ولی خودش متوجه نیست. زبان باید خیلی متوجه باشیم. گاهی اوقات زبان یک انسان، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرماید من یتکفل لی ما بین لحییه و ما بین رجلیه اتکفل له بالجنه او کما قال علیه الصلاة والسلام. ای که تو از فلانی قوم هستی، که تو از فلانی خانواده هستی، این زبان، امام ذهبی رحمه الله میگه در وجود انسان 8000 مرض است. 7999 تاش میگه فقط در زبانش است. زبان کنترل بکنیم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که ضمانت دو عضو خود بکند ما براش بهشت ضمانت میکنم. یکی زبان است.
یعنی این زبانی که در 24 ساعت شبانه روز میچرخد یا به نفع تو میچرخد یا به ضرر تو میچرخد. شاید دیگه بارها گفته باشیم ولی بعدم تکرارش خالی از لطف نیست، وی که هیچ انسانی به واسطه جنایت دیگه کس، به خاطر گناه دیگه کس، به خاطر ظلم دیگه کس، به خاطر شرک و کفر دیگه کس، به خاطر بدعت دیگه کس به جهنم نمیرد. هر انسانی که جهنم میرد به خاطر فاسد بودن عقیده خودش است، به خاطر گناهکار بودن خودش است، به خاطر ظالم بودن خودش است، به خاطر متعصب بودن خودش است، به خاطر متکبر بودن خودش است. گناهان کسی دیگه من تو رو جهنم نمیبرد، جهنم گناهان خودمون ما رو جهنم میبرد. پس بررسی بکنیم، اعمال خود بررسی بکنیم، زبان خود کنترل بکنیم، حرکات دست پای خود متوجه باشیم. زمانی که انسان مسلمان قلبش مملو از ایمان شد، دست و گوش و چشم و تمام اعضای بدن انسان کنترل میشد. اگر زبان تو برخلاف دین حرکت میکند، اگر دست تو برخلاف دین میگیرد، اگر پای تو برخلاف دین حرکت میکنه، متوجه باشین که در این پای هنوز ایمان داخل نشده، در این دست هنوز ایمان داخل نشده، در این زبان هنوز ایمان جای نگرفته، در این گوش هنوز ایمان جای نگرفته. وقتی که گوش تو برخلاف دین میشنود، دست تو برخلاف دین میگیرد، چشم تو برخلاف دین میبیند، پای تو برخلاف دین حرکت میکنه، اینا متوجه باشین که ایمان هنوز به سرزمین وجودتون داخل نشده. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که تکبر و تعصب را در قلب صحابه شکنش کرد، تبدیل به صحابه شدن. بعد از تکبر و تعصب چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم 5 صفت در سرزمین مکه شکن کرد، اونا تبدیل به صحابه شدن. تکبر از بین ببرین، شما بزرگترین قدم را برای نجات خودتان برداشتین. تکبر در وجودتان از بین ببرین، بزرگترین راهی که شما را به بهشت میرساند در پیش گرفتین. انسان متکبر نمیتونه در مسیر بهشت قرار بگیرد. چرا؟ مسیر بهشت مسیر تواضع است، مسیر عاجزی است، مسیر فروتنی و خضوع و عاجزی و فروتنی است. انسان متکبر نمیتونه در یک صف، هیچگاه نمیتونه ابی جهل و ابو بکر صدیق در یک صف قرار بگیرد. انسان متعصب نمیتونه در مسیر بهشت قرار بگیرد. چرا؟ اون خصوصیاتی که سبب داخل شدن تو در بهشت میشد، از اون خصوصیات تعصب عکسش است، تعصب ضدش است. ضد این صفتی است که تو را ببره به طرف بهشت، تعصب اجازه نمیداد. و همچنان حب جاه طلبی، ریاست طلبی، شهرت طلبی. انسانی که جاه طلب و قدرت طلب است، به خاطر رسیدن به قدرتش، حالا که چقدر تعداد انسان ها تحقیر میشه، توهین میشه، کشته میشه، چی حالت سرشون میاد مهم نیست. چرا؟ مهم اون غرور خودش برش، اون تعصبی که دارد اجازه نمیداد که دیگران را برتر و بالاتر از خودش ببیند. تکبر و خودخواهی یکی از نشانه های در جاه طلبی نمایان میشد. ما باید رئیس باشم، از قوم ما باید رئیس باشد. ایمانی واقعی را شما متوجه باشین، از خصوصیات ایمانی واقعی است که وقتی در قلب انسان داخل شود، تواضع را در انسان ایجاد میکند، عاجزی و فروتنی را میارد، تمام اعضا و بدن و جوارح تو را در برابر حق تسلیم میکند. این از نشانه های ایمان واقعی است. ایمانی که به صورت واقعی و درستش در قلب جای بگیرد. پس جاه طلبی و قدرت طلبی از جمله مواصفاتی است که مانع رسیدن انسان به حق میشد و تو را نمیماند که تو به حق برسی. چهارمین صفتی که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در بین عرب ها او را از بین برد و شکن ساخت، حب مال بود. مال دوستی، هم و غم و فکر انسان پیدا کردن مال، این انسان در مسیر خطرناک قرار میگیرد. یکی از بزرگترین فتنه های عصر ما، چرا هر عصر فتنه های خودش دارد، در عصر ما یکی از فتنه هاش محبت با مال دنیاست. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم میفرماید سیاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ ام من الحلال ام من الحرام او کما قال علیه الصلاة والسلام. میگه تو یک وقت بر انسان ها بیایه
که انسان ها در گرفتن مال بی‌پروا میشن که آیا این حلال است یا حرام. دیگه حلال حرام براش مهم نیست. پیشه رو بگی. از خصوصیات مال حرام این است که در انسان تکبر ایجاد میکند. از خصوصیات مال حرامی است که تو در برابر حق دیگه تسلیم نمیشی. سخن حق دیگه در گوشت نمیرد. به حق دیگه تسلیم هم نمیشی. کیفیت و لذت و شیرینی عبادتت هم از بین میرد. دستم بلند بکن الله دعاتم قبول نمیکند. رب اشعث اغبر مشردا في الاسفار مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فيقول يا ربي فأنا يستجاب لذلك. الله سبحانه و تعالی میفرماید حدیث قدسی است که بس اوقات انسان‌های جوریده و انسان‌هایی که علامه و نشانه سفر در وجودشان هست، چون یکی از کسایی که دعاشون قبول میشه مسافر است، میگه گرد و غبار سفر هم در وجودشان هست، در حالی که لباسشم حرام است، خوراکشم حرام است، پوشاکشم حرام است، دست خدا بلند میکنه یا رب میگه فانا یستجاب لذلک. الله میفرماید من چگونه دعا را قبول بکنم؟ حرام انسان سقوط میداد. حرام کیفیت عبادت از تو میگیرد. در هر خوراکی که انسان میخوره یک لذتی است. چرا نمازها لذت ندارد؟ چرا تلاوت قرآن لذت ندارد؟ چرا امر به معروف و نهی از منکر لذت ندارد؟ چرا سخن حق در گوش مردم نمیرد؟ چرا؟ یکی از مشکلات اساسی امروزی عصر ما متاسفانه حرامخوری است که مردم متوجه لقمه هاش نیست. الحلال بین والحرام بین. حلال هم واضح و آشکارا و روشن است، حرام هم واضح و آشکارا و روشن است. و بینهما امور مشتبهات. در بین حلال و حرام بعضی امورات دیگه مشکوک است. مسلمان به خاطر حفظ تقواش رو باید ترک بکند. خیلی چیزا را که شاید تو حلال فکر بکنید در حالی که در دین حلال نباشد. یعنی متوجه باشین حلال و حرام با ذهن خودتون تعیین نکنین. هر چیزی که ذهن تو حلال گفت تو حلال است، هر چیزی که ذهن تو حرام گفت تو حرام است. نه، تحلیل و تحریم فقط حق الله است. چی حلال است و چی حرامی را دین تعیین میکند. با چل و با حیله هایی که مردم جور میکنن هیچ وقت حرام حلال نمیشد. امروز متاسفانه در جامعه ما در بعضی موارد مردم برای خوردن حرام حیله های غیر مشروع را جور میکنن. اینو متوجه باشین. با حیله چلا میگد. با حیله یک حرام حلال نمیشه. اینو متوجه باش. در حالی که انسان مسلمان در زندگی روزانه و شبانه روزیش اینا خودش متوجه میشه که آیا من حیث یک مسلمان عبادتی که میکنم، تلاوتی که میکنم، دعوتی که میکنم، روزه هایی را که میگیرم، کارهای خوبی که من حیث یک مسلمان انجام میدم، آیا واقعیتش در وجودم، در قلبم، در خانواده‌ام تاثیر خودش داره یا ندارد؟ آیا سبب سکون و اطمینان قلبی میشه یا نمیشه؟ آیا روح روان مرا آرام میکنه یا نمیکنه؟ اگر نمیکند در زندگیاتون یک تجدید نظر بکنین. یک جای کارت مشکل دارد، ای که در نمازت تاثیر نیست، در تلاوت تاثیر نیست، در زندگیتان سکون و اطمینان و آرامش وجود ندارد، یک تجدید نظر بکنین. یک بار ایمانتان بررسی بکنین، یک بار اعمالتان بررسی بکنین، یک بار لقمه هاتون بررسی بکنین. نانی که دسترخوانتان میاد چرا پیدا میشد؟ اگر واقعیتش ما به این موضوع فکر نکنیم، غم آخرت هم در ذهن ما نباشد، غم ایستاد شدن پیش الله هم در ذهن ما نباشد، یک نماز بی روح، یک روزه که در او کیفیت نباشد، زکاتی که در او اخلاص نباشد، دعوتی که در او تاثیر نباشد، یکی از بزرگترین فتنه ها در عصر امروزی غفلت من و شماست. غافل شدیم. ما توقعی را داریم که چطور الله سر ما رحم نمی کند. تهجد ما نمی خوانیم، نماز درست ما نمی خوانیم، جماعت ما درست نمی خوانیم، اذکار بعد از فرایض ما درست نمی کنیم، تلاوت قرآن کریم ما درست نمی کنیم، روزه های پنجشنبه و دوشنبه را ما روزه نمی گیریم. توقع داریم الله سر ما چطور رحم بکند. اذکار صبح و شام فراموش ما شدد. حلال و حرام ما متوجه نیستیم.
بعد میگیم چرا یا الله دعای ما قبول نمیشد؟ چرا الله سر ما رحم نمیکنه؟ تو خود زمینه رحم برابر بکن که الله سرت رحم بکند. تو یک بار اعمالت بررسی بکن. مشکل ما در اینجاست، هر کسی کوششی را دارد، تلاشی را دارد که شما باید خود اصلاح کنین. هر کس اصلاح را از خود شروع بکند. ملا و مقتدی هر دو نیازمند اصلاح است. این به معنی نیست که ملا اصلاح دیگه هر کار مشکلی که در مقتدی است، هر مصیبتی که در جان مقتدی است. نه، گاهی اوقات در بعضی موارد مصیبتی که در ملا است از مقتدی که زیادتر است. یکی از بزرگترین مصیبت های عصر امروزی ما متاسفانه مشکل ملا است. ملا فاسد است که جامعه جور نمیشد. والله اگر ما در ما اخلاص پیدا شد، در ما تقوا پیدا شد، در ما حلال خوری پیدا شد، تزکیه نفس در وجودم پیدا شد، قسم ملات گپ پس در شما تاثیر میکنه. یکی امروز گپی ما تاثیر نداره، سر تو کار نمیکند، در تو تغییر ایجاد نمیکند، تو را متوجه الله نمیکند، تو را به طرف الله متوجه نمیشده. مشکل در این است که مولایی که در منبر است، این مولا خودش فاسد است. اگر مولا در جامعه اصلاح شد، و هل افسد الدین، عبدالله بن مبارک صاحب میگه و هل افسد الدین الا الملوک و احبار السوء و رهبانها. دین را مگه فاسد نکرده مگه سه گروه: احبار، علمای سو، علمای درباری، علمای دنیا پرست و چوکی پرست، پیران فاسد و گمراه و حکام ظالم و فاسد. متاسفانه ما رو در سیز گرفتار هستیم. این مصیبت در کل جامعه است، تنها در جامعه افغانی نه، در کل کشورهای اسلامی متاسفانه در این مصیبت گرفتار هستیم. این رعایت و این ملت و این امت اسلامی چطور اصلاح شود در حالی که بزرگانش فاسد است؟ در ما تغییر نمی آید، در شما تغییر نمی آید تا زمانی که در ما تغییر نیاید. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. ما باید اصلاح اول از خود شروع بکنیم. ما نیازمندی به توبه صادقانه هستیم تا شما. ما نیازمندی به یک تغییر هستیم تا شما. ما نیازمندی به این هستیم تا صادقانه برگردیم به الله سبحانه و تعالی. چرا در روز قیامت اینمی حالتی را که داریم، در روز قیامت الله سبحانه و تعالی تصویر اینمی حالت در میدان محشر نشان میده میارزش. الله سر ما رحم بکند. ما نیازمندی به یک توبه صادقانه هستیم، نیازمندی به یک بازگشت صادقانه به الله هستیم، نیازمندی به این هستیم که تا اصلاح را از نفس خود و تزکیه را از نفس خود شروع بکنیم تا گپ ما تاثیر پیدا بکند. ولی متاسفانه هر کسی خودش نجات یافته فکر میکند، دیگران را فکر میکنه غرق و تباس، در حالی که ما میگیم نه، ما غرق هستیم. در این کشتی که شما سوار هستیم ما هم سوار هستیم. پس یکی از جمله چیزهایی که امروز چقدر دین معامله میشد، یک تعداد مردم تصور میکنه که البته کل مردم گوسفند است، هیچ کس هیچ چیز را نمیفهمه. نه، ما کلی گپا را میفهمیم. حلال خوب میفهمیم، حرام خوب میفهمیم، روا را خوب میفهمیم، ناروا را خوب میفهمیم. ملت گوسفند نیست، مردم گوسفند نیستن. کلی گپا واضح و آشکارا و روشن است. امروز وقتی اون نیست که یک کسی را فریب بده، بازی بده، فقط که خود فریب میدن و ما خود فریب میدیم. اگر من اعمال 24 ساعته خود بررسی بکنم، اعمال هفته خود بررسی بکنم و این در ذهنم باشه من حیث یک مسلمان، من حیث یک کسی که احساس مسئولیت میکنم، میگم روز جمعه میرم در مسجد و خطبه میگم، برای امت اسلامی چی بگم؟ آیا به چیزا به مردم چیزایی رو میگم که خودم به عمل کردیم یا نکردیم؟ اول باید اصلاح را در یک هفته به فکر اصلاح خودم باشم، خودم توبه صادقانه بکنم، خودم به اعمال خود پابند باشم، به تلاوت قرآن با تدبر قرآن تلاوت بکنم، خودم در اذکار فرایض و اذکار بعد از صبح و اذکار شام کل اون چیزایی را که میگم خودم بررسی بکنم، با عمل بکنم، بعداً با جرأتی را پیدا بکنم بیام در منبر صدا شما را امر به معروف و نهی از منکر بکنم. آیا همین انگیزه در ملا هست که ما در روز جمعه میرم خطبه میگم برای مردم؟ الله سبحانه و تعالی خود حالت درونی ما و نیت ما و اخلاص ما و تقوای ما الله آگاهی دارد. اگر چهره واقعی ما الله برای مردم برملا بکند، آیا ما جرأت سخنانی و خطبه گفتن در مجمع را داریم؟ ملا باید فکر داشته باشه. همیشه کسی که در منبر استاد میشد باید فکر داشته باشه که بعد در روز جمعه پیش مردم استاد میشم، چی باید بگویم که خودم به عمل کرده باشم؟ از کدام گناه مردم منع بکنم که خودم از گناه توبه کرده باشم؟
به کدام گناه اشاره بکنم که مردمی گناه خطرناک است در حالی که در خودم گناه نباشد؟ او مردم حرام نخورین، خودم حرام بخورم. او مردم خیانت نکنین، خودم خائن باشم. او مردم اخلاص پیدا بکنین، خودم اعمال پول از ریا باشد. قسم بالله است که در گپ ما دیگه تاثیر پیدا نمیشد. ما نیازمند به یک تحول بزرگ هستیم که هم به فکر اصلاح خود باشیم، هم به فکر اصلاح خانواده خود باشیم، هم به فکر اصلاح زیردستان خود باشیم. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم ببینید در بدترین شرایط، در بدترین وضعیت مردم از نظر فکری، در بدترین وضعیت از نظر اعتقادی و در بدترین وضعیت از نظر اخلاقی مردم مکه قرار داشت. الله سبحانه و تعالی پیامبر فرستاد. الله میفرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. چی سبب هدایت میشد؟ چی انسان ها را تزکیه میکند؟ هو الذی بعث فی الامیین. الله سبحانه و تعالی در بین مردم های امی و بی سواد. بی سواد چرا امی میگه؟ چون از مادر کسی تولد میشه چیزی نمیفهمه، میخواد قرآن میگه امی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، از بین خودشان الله پیامبر فرستاد. این فرستادن پیامبر برای من و تو مسلمان یک لطف از جانب الله است. الله در حق ما لطف کرده، برای ما پیامبر فرستادد. یتلو علیهم آیاته، تلاوت بکنه آیات الله را. یکی از جمله چیزهایی که سبب تزکیه نفس میشد و سبب هدایت انسان میشد تلاوت قرآن کریم با تدبر است. حالا اگر سوال بکنم من حیث یک مسلمان، کی هست روزانه یک سپاره قرآن تلاوت بکند؟ کی هست روزانه نیم سپاره قرآن تلاوت بکند؟ کی هست روزانه 2 صفحه قرآن با تدبر تلاوت بکند؟ حالا یک تعداد بیایم پایین‌تر. گاهی اوقات در پانتون ما نفر میگیم که چند نفر امروز نماز صبح و جماعت خوانده. بعد مستری میگه استاد نگو چند نفر نماز صبح و جماعت خوانده، سوال بکن چند نفر امروز نماز صبح خوانده. پرسان میکنیم در یک صنف چند نفر نماز صبح و جماعت خوانده، 1 نفر یا 2 نفر دست بلند میکنه. در یک صنفی که 50 نفر است مثلا. بعد پرسان میکنیم چند نفر نماز صبح خوانده، باز یک 20 نفر دست خود بلند میکنه. این ملت کجا روان است؟ در حالی که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم میفرماد العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. فرق بین مسلمان و کافر میگه فقط نماز است. کسی که نماز قصدا بدون عذر شرعی ترک میکنه پیامبر میگه کافر شدت. تارک نماز مسلمان نیست. حالا یه آدم تارک نماز صبح خواندی نه نشد، پیشین خواندی نه نشد، دیگر خواندی نه نشد، حالا تو وفات بکنی من مسلمان برم تو جنازه بخونم. چرا ما متوجه نمیشیم؟ چرا بیدار نمیشیم؟ چرا احساس مسئولیت نمیکنیم؟ چرا دنبال اصل یاد گرفتن دین نیستیم که بریم دین از بنده خودش یاد بگیریم؟ متاسفانه در بعضی موارد در حق ما خیانت ها کردن. بجای قرآن و سنت برای ما دیگه کتاب ها را ساختن، ما را دیگه کتاب ها مصروف کردن. اصلا مالا سر گپار آدم نمیشه گفت. در بعضی مدارس که متاسفانه دی مصیبت مدارس افغانستان هم قرار داره و پاکستان خودی مصیبت غرق است. خیلی از کتاب های وجود داره که خوانده میشه در مدارس، در او عقاید کفری است. عقاید سقراط و از بقرات و از ارسطو و از افلاطون است. مولای ما رفته در اون مدرسه درس خواندند. نامش موندن کتاب عقیده. کجاست عقیده؟ دی عقیده توحید نیست، عقیده سقراط است، عقیده ارسطو است. و سریمت تحمیلش هم میکنه که باید رو بخوانی. چطور ملت بیدار شود؟ چطور اصلاح شود؟ وقت ما متوجه میشیم که بله این ساختن مدارس با این حساب والله که برنامه استعمار است. الله کنه گپ برای هضم کرده بتانین. یک تعداد مدارس با این حسابی که ما فهمیدم این حساب و خود نمیفهمیدیم، خورد بودیم، بعد که فهمیدیم متوجه شدیم که والله که برنامه استعمار است. برنامه استعمار که مرا چی دور بکند؟ مرا از قرآن دور بکند. نوبت قرآن که میشه 1 ماه تبرکن بخون قرآن. نوبت سید بخاری میشه 1 ماه بدوان. 6 سال سری ما دیگه کتاب خوان نفس مرد او کتاب کشی. نوبت دیگه شد وقتش تیر شد خلاص شد. خب ملت چطور اصلاح شود؟
چرا ما با قرآن و سنت وقت ندادیم؟ نامش نمیگیرن، نام کتاب را قسم بالله است که سعیش میکنی هیچ توحید در اون نیست. هنوز ملت هوشیار نمیشه، بیدار نمیشد که من مسلمان چی کار باید بکنم. نصاب مدارس دینی ما تا فعلا درست نیست. 90% مضامینی که در مدارس ما تدریس میشه متاسفانه کاش که تغییر بکند. با دو دفاع میکنن، دفاع میشه، جنجال هم میشه، حق گپ زدن هم نداری، با سر تو تاپا میزنن اگر گفتی که این ناروا است، حرام است، خلاف دین است. چرا به قرآن وقت نمیدیم؟ چرا به سنت وقت نمیدیم؟ چون اگر به قرآن و سنت وقت دادیم، اون مردمایی که از دین دکان جور کرده دیگه دکاندارشون بسته میشه، دیگه مردم ملت بیدار میشه که بله دین خودی چیز بوده، یک ما رو خب به نام دین دیگه طرف بردین، دواندین، چرخاندین. ما را خود در کتابای به نام دین در کتابای غیر دینی مصروف کردین. زیادترین وقتی ما را به کتابای دادین که هیچ ربطی به دین اسلام نداشت. اما فرموده امام مالک رحمت الله علیه چقدر زیباست. آخر از یومت میگه اصلاح نمیشه، شما را میگه مگر به همون چیزی که اول از یومت اصلاح شد. استعمار نمیآید که دروازه مسجد بسته کنه، استعمار نمیآید که قرآن کریم از مساجد جمع بکنه، نه چون رقمی خود کل ملت بلند میشه. استعمار میآید در پیشوی قرآن یک صد یک دیوار دیگر واقع میکند که تو رو نمیاره به قرآن برسی، تو رو در کتابهای مصروفت میکند که در وقت آخر تو رو نمیمونه به اصل کتاب برسی. این برنامه استعماری است. پس یکی از برنامه های استعمار می است که تکبر، تعصب، جاه طلبی کار شده رئیس. در زمان سابق در جمهوریت خب شما این مصیبت ها رو خیلی دیدیم. از یک تعداد مردم قهرمان ها ساختن، قهرمان های تقلبی برنامه استعمار است. از یک تعداد مردم ملائکه جور کردن، این هم برنامه استعمار است. متوجه باشیم که انسان ها را از موقف خودش بلند نکنید. هر زمان انسان اهل زمین است. هر زمانی که انسان را از زمین بلندش کردی مقام الوهیت بر اجدادی بود، متوجه باشه که برنامه استعمار است. از انسان ها معبود جور نکنیم. انسان ها از خطا میکنن، اشتباه میکنن. عقیده اهل سنت و جماعتی است که بعد از پیامبران الهی، یعنی غیر از پیامبران الهی، ابوبکر صدیق بهترین انسان بعد از پیامبر است، ولی ابوبکر به صدها خطا دارد، معصوم نیست. معصوم فقط پیامبر است بس. ولی متاسفانه امروز ما در شرایط قرار داریم که انسان‌های عصر ما که پر از ظلم و جنایت هستند او را بردن در مقام نبوت قرار دادن. یک نوع مخلوق پرستی است، یک نوع بت پرستی است، منتها بت پرستی با شیوه های جدید، با شکل متفاوت. مصیبتش از کجا شروع میشد؟ مصیبتش از جهل شروع میشد. جهل اگر در یک جامعه از بین نروه، بت پرستی از بین نمیرد، فقط شکل بت پرستی تغییر میکند. الله کنه گپ هضم کرده بتونین که چی گفتم. اگر در یک جامعه جهل از بین نروه، جهل، بت پرستی از بین نمیره، فقط شکل بت پرستی تغییر میکند. یک مثال دیگه، در جامعه‌ای که ختم قرآن از فهم قرآن که زیاد شود، در جامعه‌ای که مجلس ختم قرآن از فهم قرآن که زیاد شود، او جامعه به طرف بحران میرد. ختم قرآن تو را نجاتت نمیده، فهم قرآن تو را نجاتت میداد. حال در افغانستان ما مردم قرآن به خاطر ثواب تلاوت میکنه. ای مسلمان، این کتاب کتاب تغییر است، این کتاب کتاب زنده هاست، این برای مردن نازل نشده. چرا در جامعه ما ختم قرآن از فهم قرآن که در زیاد مردم به این توجه دارن، به ختم قرآن خیلی توجه دارن.
پس ما زمان به سعادت میرسیم که بیشترین توجه ما از ختم قرآن کده به طرف فهم قرآن برد. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. تدبر بکنید در این کتاب. چرا در جامعه اسلامی امروز مسابقات تجوید برگزار میشد؟ مسابقه صوت و مسابقه لحن و مسابقه نمیفهمم کی خوب تلاوت میکنه. بله گپ خوبی است، با تجوید مخالف نیستیم، هر مسلمان باید قرآن با تجوید بخونه، بله درست است، ولی متوجه باشین او چیزی که تغییر در جامعه میارد او فهم قرآن است. ولی یک روز مسابقه فهم قرآن در هیچ کشور اسلامی برگزار نشد که در یک جامعه اسلامی یک موضوع مطرح شود امروز پیام سوره انفال مثلا چیست، برین تدبر بکنین در سوره انفال، برین تدبر بکنین در سوره توبه، برین تدبر بکنین در سوره کهف، برین تدبر بکنین در سوره فاتحه. دیگه پا نیست. مسابقات جهانی برگزار میشه که خوب تلاوت میکنه، که خوب نفس داره، که خوب کش میکنه. استعمار هم سوره ما رو فهمیده، ما را در چیزی مصروف میکنه که تو نگوی که برای این مسابقات قرآنی برگزار میشه. خود چی کرد؟ الله فهم درست دین به همه من شما نصیب بکنه. الله عاقبت همه من شما را به خیر بگردانه. بارک الله لنا و لكم في القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر ورب رؤوف.